فصل 18. پس از این فرشته‌ای را دیدم که از آسمان به زیر می آمد. او با اقتدار و اختیار عظیم آمد و زمین از شکوه و جلال او روشن شد. آنگاه با صدایی بلند گفت: بابل سقوط کرده است، بابل بزرگ سقوط کرده است، بابل مسکن دیوها و جای ارواح خبیث و قفس پرندگان نجس و نفرت انگیز شده است، زیرا همه ملل از شراب آتشین زنای او نوشیدند، شاهان زمین با او زنا کردند و بازرگانان جهان از زیادی عیاشی او توانگر شدند. آنگاه صدای دیگری از آسمان شنیدم که میگفت: از او بیرون آیید ای قوم من، مبادا در گناهان او سهیم شوید و در بلاهایش شریک گردید، زیرا گناهان او تا به فلک انباشته شده و خدا تبهکاری‌هایش را از یاد نبرده است. آنچنان با او رفتار کنید که او با دیگران کرده است، برای اعمالش 2 چندان به او بازگردانید، پیاله‌اش را 2 برابر غلیظ‌تر از پیاله‌ای بگردانید که او برای شما تهیه کرده است. او را به همان اندازه‌ای که از جلال و تجمل خیش فخر می‌کرد غم و عذاب دهید، چون او در دل خود می‌گوید: من مثل ملکه بر تخت خود نشستم، من دیگر بیوه نیستم و غم را هرگز نخواهم دید. به این جهت تمام بلایا یعنی مرگ و غم و قحطی در یک روز به او روی می آورند و او در آتش خواهد سوخت. زیرا خداوند، خدایی که این چنین او را کیفر می دهد، قادر است. هرگاه پادشاهان زمین که با او زنا کردند و از تجمل زیاد او بهره‌مند شدند، دود سوختن او را ببینند، به حال او گریه و زاری خواهند کرد. آنها از ترس عذابی که او متحمل می شود دور ایستاده خواهند گفت: آه آه ای شهر بزرگ، ای بابل شهر پرقدرت که در 1 ساعت به کیفر خود رسیدی. بازرگانان جهان نیز اشک خواهند ریخت و برای او سوگواری خواهند نمود، زیرا دیگر کسی کالاهای آنان را نمیخرد. دیگر کسی کالاهای طلا و نقره، جواهرات و مروارید، لباسهای ارغوانی و قرمز و یا ابریشم و کتان ظریف، انواع چوبهای قیمتی و معطر، انواع ظروف عاجی و چوبی و برنزی و آهنین یا مرمری، دارچین و ادویه، عطریات و بخور و کندور، شراب و روغن، آرد و گندم، گاو و گوسفند، اسب و عرابه های جنگی و حتی غلامان و نفوس انسانی آنها را نمیخرد. آن میوه‌ای را که سخت در آرزوی تصاحبش بودی از دست دادی و تجمل و شکوه تو از بین رفته است و دیگر هیچ وقت آنها را نخواهی یافت. بازرگانان این کالاها که ثروت خود را از آن شهر به دست آوردن از ترس عذاب او دور خواهند ایستاد و با گریه و غم خواهند گفت: آه آه ای شهر بزرگ که به لباسهای کتان ظریف ارغوانی و قرمز ملبس و با طلا و جواهر و مروارید آراسته بودی. در 1 ساعت همه ثروت تو تباه گردیده است. تمام ناخدایان و ملاحان و مسافران دریا و آنانی که از راه دریا تجارت می‌کنند دور ایستادند. همین که دود سوختن او را دیدن فریاد زده گفتند: آیا هرگز شهری مثل این شهر بزرگ بوده است؟ آنها بر سرهای خود خاک ریخته و با گریه و زاری فریاد زده می گفتند: آه آه ای شهر بزرگ، شهری که تمام کشتیداران دریا از ثروت او توانگر شدند، در 1 ساعت ویران شده است. ای آسمان از نابودی او شادی کن، ای مقدسین و رسولان و ای پیامبران شادی کنید، چون خداوند انتقام شما را از او گرفته است. آنگاه فرشته‌ای نیرومند سنگی را که به بزرگی سنگ آسیا برداشت و به دریا پرت کرد و گفت: همینطور بابل آن شهر بزرگ به سختی پرت خواهد گردید و دیگر یافت نخواهد شد. دیگر صدای چنگ نوازان و مطربان و نیزنان و شیپور زنان
در تو شنیده نخواهد شد. دیگر صنعتگران هیچ حرفه‌ای در تو نخواهند یافت. دیگر صدای آسیا در تو به گوش نخواهد رسید و نور چراغ در تو دیده نخواهد شد و دیگر صدای عروس و داماد در تو به گوش نخواهد رسید. روزگاری تمام بزرگان جهان بازرگانان تو بودند و تو با جادوی خود همه ملل را فریفته بودی، زیرا بابل به خاطر خون پیامبران و خون مقدسان و خون همه مقتولان روی کره زمین که در آن یافت شد به کیفر خود رسید. Todos os móveis de marfim, todos os móveis de pedras preciosas, e de cobre, de ferro, e de mármore, e de cinamomo, e de cheiro de bálsamo, e de incenso, e de vinho, e de azeite, e de flor de farinha, e de trigo, e de bestas de carga, e de ovelhas, e de cavalos, e de carroças, e de escravos, e de almas de homens. Os frutos do desejo da tua alma se retiraram de ti. Todas as coisas fígeis e formosas que têm faltado, não as acharão jamais. Os mercadores dessas coisas enriqueceram, estarão longe dela, por medo dos tormentos dela, chorando, fazendo pranto e dizendo: ai daquela grande cidade, que estava coberta de linho finíssimo e de escarlata e de grãos, e se adornava de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Uma hora só, desapareceram tantas riquezas. E todos os pilotos, e todos os que navegam no mar, os marinheiros, e quantos negociam sobre o mar, estiveram ao longe. Vendo o lugar do incêndio dela, clamaram, dizendo: que cidade houve semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e fizeram alarido, chorando e lamentando, diziam: ai daquela grande cidade, na qual enriqueceram todos os que tinham navios no mar com os preços dela. Em uma hora foi desolada. Mas exultai sobre ela, ó céus, exultai vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa vossa quanto a ela. Então um forte anjo levantou bem alto uma pedra, como grande mó de moinho, e lançou ao mar, dizendo: assim, com esse ímpeto, será precipitada aquela grande Babilônia,
de sorte que ela não se achará jamais, não se ouvirá mais em ti, nem a voz de tocadores de cítara, nem de músicos, nem de tocadores de flauta ou de trombeta, nem se achará mais em ti artífice algum de qualquer mistério que seja, nem se tornará mais a ouvir em ti o ruído da morte, e não luzirá mais em ti a luz das lâmpadas, nem se ouvirá mais em ti a voz do esposo e da esposa, porque os teus mercadores eram como príncipes da terra, porque nos teus encantamentos estavam todas as gentes. Nela foi achado o sangue dos profetas e dos santos e de todos aqueles que foram mortos sobre a terra.